و همچنین یک خبر خوش برای افغانهای عزیز: صدور ویزای هند برای افغانان بعد از 4 سال از سر گرفته شد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه هند، شهروندان افغانستان اکنون می‌توانند برای 6 نوع ویزه هند درخواست کنند: یک، ویزه درمانی; دو، ویزه همراه مریض یعنی پایواز; سه، ویزه تجارتی; چهار، ویزه ورود برای بستگان، هنرمندان و ورزشکاران; و پنجم هم ویزای دیپلماتیک که سازمان ملل میباشد. این تحول‌ها در حالی است که روز به روز روابط هند و افغانستان بهبود یافته است و در یک تماس تلفنی وزیر خارجه هند با امیرخان متقی وزیر خارجه افغانستان با تشکری از محکومیت حمله تروریستی کشمیر، روز به روز این روابط دیگه هم گسترش شده برای یک آینده بهتر برای افغانایی که ضرورت دارند به ویزه مریضی و دیگر انواع ویزاها که خارج از کشور میخواهند برند.